سلام احترامات نزد هموطنان عزیز. یک بار دیگر امان الله احمد زی در خدمت شما با بوج و کمپیت خیت و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما پرونومینال وربس یا لوب پرونومین است. دوستای گرامی، موضوع از این درس قسم است که افعال انعکاسی است. افعال انعکاسی چی معنا؟ با طور خلاصه براتون بگویم که بعضی دوستای ما خدا کنه که ایره با خود شخصی نگیره. میدانم کل هموطنای ما نور چشم ماست که بهتر میفهمه در هر موضوع، ولی بعضی هموطنای ماست که بیخی درباره مکاتب در مکاتب درس نخونده، برشان بعضی موضوعات مشکل می باشه که درک کنن. به خاطر از این موضوع باید بگویم که انعکاس چی معنا. دوستای گرامی، اگر شما یک آینه را بگیرین در مقابل نور آفتاب ببانین و کدام شعاع یا کدام روشنی آفتاب که بالای امو آینه میتابه و دوباره بر میگرده، درست است؟ اینمی برگشت چی میگه؟ انعکاس میگه. یا به طور خلاصه براتون بگویم اگر شما گروه دستی را بگیرین بالای امو آینه پرتین و روشنیش پس دور بخوره، چی میگه؟ انعکاس میگه. یا به دیگه طریقه براتون بگویم، اگر یک دوست ما که بیخی به این مثال ها فکرش و یا موضوع نفهمیده باشه و یا فکرش خلاص نشده باشه، پس یک مثال دیگه بسیار ساده براتون بگویم. بعضی دوستای ما که بیخی قریه‌ای باشه، بعضی اوقات، البته خودم نیز در قریه کلان شدیم، بعضی اوقات اگر شما در کدام دره رفته باشین و اونجا یک صدای بلند کرده باشین، یک دوستتان صدا کرده باشین یا یک شپلاق زده باشین و امی زمانی که شما صدای بلند میکنین صدایتون پس دوباره بر میگرده. مثلا چغ میزنین که احمد و صدایتون باز تکرار میشه احمد احمد. این چی است؟ اینمی موضوع را انعکاس میگوید که صدای شما به مو کوک استک و یا به مو درک استک کدام سنگا که موجود استک با او انعکاس میکند و صدایتان تکرار میشود. دیگه خدا کنه که حال درباره انعکاس پورا فهمیده باشین. حالا ما و شما لورب پرونومینو اینجا معناش ای است که افعال چی؟ افعال انعکاسی یا افعال که دوباره تکرار می شود. ای را می خوانیم. پس بیاین که بیشتر درباره ازی بدانیم. Pronominal verbs یا لوب پرونومینو چی هستک؟ They are verb that takes a reflexive pronoun. ای فعل های است که ضمایر انعکاسی میگیره به خود. مثلا چی؟ با ژ چی استفاده میشه؟ ما. با تو چی استفاده میشه؟ ت. با ال ایل او آن چی استفاده میشه؟ س. با نو چی استفاده میشه؟ نو. با وو چی استفاده میشه؟ وو. با الز او ایلز س. به این قسم. باز هم دیگه موضوع که اینجا یادآوری شده، the reflexive pronoun always comes before the verb and correspond to the subject. ترجمهش اینجا به شما گرفتیم که ضمیر انعکاسی یا ضمیر بازتابی همیشه قبل از فعل می آید و با فعل مطابقت دارد. درست است؟ به این قسم. حال دوستا البته معذرت میخوایم بعضی صداها را اگر از عقب صحنه میشنوین، ما البته قسمی که قبلا براتون گفته بودیم در جریان وظیفه به شما ویدیو را ثبت میکنم، دیگه معذرت میخوایم درباره بک‌گراند صداها اگر میشنوین یا صدای اضافی میشنوین. درست است؟ خب دوستا اینجا نوشته است که سپلی نامیدن کانجیگیشنش است در زمان حاضر. قسمی که درسای گذشته شما خواندین که سابجکت است، رفلکسی پرونون یا پرونوم غفلشی، ضمایر انعکاسی. اینجا ورب است یا فعل است، ترانسلیشنش به انگلیسی است و این موضوع گرامریش در قسمت به شما واضح شده. پس ببینین چه قسم میخوانین. je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle. پس چی؟ my name is. اینجا شما چه قسم ترجمه میکنین؟ میگین که نام من است، ولی اگر
کلمه به کلمه ترجمه کنین چه قسم میشه؟ من خود را می نامم. من خود را می نامم. درست است؟ ولی قسم شما نمیکنیم ترجمه، میگین که نام من است. موضوع گرامریش امرای کانجوگیشنش چی استفاده شده؟ ای. در این قسمت به شما واضح شده. to to chapel to chapel یا to chapel to chapel. your name is نام تو است. با موضوع گرامری در کانجوگیتش چی استفاده شده؟ ای است. el s'appelle el s'appelle il s'appelle. درست است؟ his name is her name is یا our name is on s'appelle. درست شد که در کانجوگیتش چی آمده؟ ای آمده. همین طور اگر بگوییم که نام ما است نو اپلون. نو اپلون. our name is نام ما است که چی آمده در کانجوگیشنش؟ ons. بعدا vous appelez. vous appelez. vous appelez. your name is نام شما است. پرولر فارمل. درست است؟ چی استک؟ جمع استک و رسمی است. به قسم همراه چی کانجوگیت شده؟ همراه ای زد. کانجوگیشن خال دوستای گرامی خودتان باید بفهمین. درسای گذشته اگر تکرار کرده باشین. el s'appelle il s'appelle il s'appelle. their name are نام اینها است. نام اینها است. که همراه الز و ایلز چی میه؟ ای ان تی میه. درست شد؟ این یکی از افعال انعکاسی بوده. فعل بعدی که است دوستای گرامی باز هم دبیتیود یا طور معمول اینجا سوژه است. اینجا رفلکسیو پروناون است یا پرونوم غفلشی است. ضمایر انعکاسی است. این موضوع نیز اینجا به شما واضح شده که همراه ژ چی استفاده میشه، تو چی استفاده میشه، ال چی استفاده میشه، نو، وو او الز. اینجا که است کانجوگیشن است، ترجمه انگلیسیش است و موضوع گرامری است. je m'agase je m'agase je m'agase I shave I shave. چی منو؟ من ریش خود کل میکنم. من ریش خود کل میکنم. ببینید دوستا، من خودم ریشم کل میکنم، کسی دیگه کل نمیکنه. درست است؟ je m'agase به این قسم، یعنی به این معنی است که یک موضوع را به خود اشاره میکنی که خودت او را انجام میدی، کسی دیگه به شما انجام نمیده. به او خاطر ایره چی میگه؟ انعکاسی میگوید. یا چی میگی؟ تو تغز تو تغز یا تو تغز تو تغز. you shave you shave. تو ریش خود کل میکنی. تو ریش خود کل میکنی. تو همراهش چی میاد؟ ای اس میاد به خاطر گرامری در کانجوگیزم. البته معذرت میخوایم اینجا رنگش از یادم رفته که به شما نمایش میدادم. ال سغز ال سغز ایل سغز ایل سغز یا آن سغز. he shave we shave او she shave. همراه ال ایل آن چی میاد؟ ای میاد در کانجوگیزمش. نو غزون نو غزون. we shave ما ریش خود کل میکنیم. ما ریش خودان را کل میکنیم. به این قسم. وو غزه وو غزه. you shave شما ریشتان را کل میکنید. همراه وو چی میآید؟ ای زد میآید. ال سغز ال سغز ایل سغز they shave اینها ریش خود را کل میکنند. درست است دوستای گرامی؟ خدا کنه که به این موضوع پوره پی برده باشین. حالا موضوع گرامر یا گرامر است. موضوع گرامری اینجا به شما یک کم کار تشریح دادیم. شما اگر متوجه شده باشین در اونجا سپلی آمده بودک، نه؟ این قسم یک کامه بالای بعد از اس آمده بودک. ببینین سسواغ سسواغ چه قسم نوشته میشه در اصل؟ اس ای باز س اسواغ اسواغ.
اینجا در داخل قوس به شما موضوع را واضح ساختیم. زمانی که واول می آید، البته معذرت می خواهیم که اگر تا با حال درس واول به شما من ندادیم، اگر باز هم دوستای ما با واول نمیفهمند، لطف کنین قلم کتابچه را بگیرید، همه حالا به شما میگویم و او را بنویسید. واول کدام حرف است؟ A E I O U. یک بار باز تکرار میکنم. A E I O U. هرگاه که از این 5 حرف در بالای یک یا در ابتدای یک لغت بیاید یا در شروع یک لغت بیاید، یک دانه واول دیگه از بین می رود. پس اینجا زمانی که شما متوجه می شوید س او اسواق چند دانه واول است؟ یکی ایست، یکی اس یا اس. پس از این دوتا یکیش از بین می رود. امرای س که است کی از بین می رود و چی تبدیل می شود؟ به کامه تبدیل می شود. به این قسم سسواق. به طور مثال دو میشه ببینین سپله، سپله نامیدن. گوره س اپله، س اپله اگر علایده تلفظ میکنین. ولی چون فرانسوی از خود قوانین داره، به او خاطر باید چیزی که میگوید امو قسم عملی شود. به خاطر از این موضوع باز ای و ای یک جای شده، ای را از بین بردن، تنها ای مانده. پس چه قسم شده؟ سپله. اس همراه کامه بعدن ای، سپله. همچنان سنفاغمه، سفاغمه، انفاغمه اگر علایده تلفظ کنین. پس چون که ای امرای آی آمده، ای را از بین بردن، تنها آی مانده. آی نیست، یکی از حرفای واول است. سنفاغمه، سنفاغمه. درست است؟ به قسم. بعدا دوستای گرامی ای کدام لسته که شما میبینین افعال انعکاسی اینجا به شما نوشته شده یا reflexive verb، افعال انعکاسی. با شما میخوانم که البته با ترجمهش و با شما کمتم تشریح میدم دربارش. خدا کنه که پورا توجهتان به اینجا متمرکز بسازین. Pronominal verb often express reflexive action. میگه افعال انعکاسی همیشه فعل انعکاسی را به شما نشان میده. That is the subject perform the action on itself. میگه با این معنا که کسی که یا کدام فاعل که یک عمل را میکند او خودش او کار انجام میده. If the subjects perform the action on someone else، اگر میگه فاعل کار با کسی دیگر انجام بدهد او چی است؟ The verb is not reflexive. او فعل انعکاسی نیست. Here is the list of common reflexive verb. اینجا میگه لیست کدام کامون یا کدام معمول فعلای انعکاسی که است اینجاست. پس دوستای گرامی باز هم شما در این لیست ببینین که انگلیسی است، فرانسوی است، دری است، پشتو است. اگر دوستای ما پشتو زبان است در علایده در پشتو به شما در چینل موجود است، لطف کنین برین به اونجا. اگر دری زبان هستین تا آخر ادامه بدهین. و باز هم ببینین در اینجا infinitive و یا مصدر است. اگر باز هم در موضوع مصدر نمیفهمین لطف کنین درس گذشته را درباره infinitive و یا مصدر تعقیب کنین و بعدا باز بالای ازی تمرکز کنین. زمانی که شما میگین to sit به انگلیسی میگین، با فرانسوی چی گفته میشه؟ s'asseoir، نشستن، نشستن. To be called نامیدن، سیستک s'appeler، s'appeler، s'appeler. To stop متوقف ساختن، چه قسم میگین در فرانسوی؟ s'arrêter، s'arrêter، s'arrêter. To brush، to brush برس کردن چی مانا؟ se brosser، se brosser، se brosser. درست است؟ زمانی که شما میگین to go to bed، to go to bed خوابیدن، درست است؟ به بستر خواب رفتن. به فرانسوی چه قسم میگین؟ se coucher، se coucher، se coucher. زمانی که تو میگی to get dressed به معنی ازی که لباس پوشیدن،
با فرانسه چه قسم میگن؟ سبیه. سبیه. اگر تنها بدون اس بگین ابیه، ولی این چون که انعکاسی است چی میگن؟ سبیه. زمانی که بگوین که تو واش شستن، تو لوه، ببخشین سلوه، 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 خود را شستن، خود را شستن. to get up، to get up، بلند شدن، یا از خواب بلند شدن یا خیستن. سلوه، سلوه، بلند شدن. to take a walk، to take a walk، قدم زدن. چی قسم میگین؟ سپخومونه، 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 سپخومونه. اگر شما میگین to wake up، از خواب بیدار شدن، سغویه، سغویه، از خواب بیدار شدن. حالا درباره هر کدامشان براتون یک یک جمله جور میکنم. زمانی که بگوین که من خودم میشینم، چه قسم؟ je m'assois، je m'assois، به یک قسم. اگر بگوین که نام چیز، je m'appelle، من خود را مینامم. یک قسم اگر بگوین که من خود را متوقف میسازم، چه قسم؟ je m'arrête، je m'arrête، تو t'arrêtes، یک قسم. اگر بگوین که من دندانای خودم برس میکنم، چه قسم؟ je m'abrosse، je m'abrosse، je m'abrosse. اگر بگوین که خودم همراه خود میخوابم، چه قسم؟ je m'accouche، je m'accouche، je m'habille، je m'habille، من لباس خودم با خودم میپوشم، یعنی خودم لباس خودم میپوشم. به یک قسم کسی دیگه خود لباس تا نمیپوشانه، درست است؟ je me lave، je me lave، je me lève، je me lève. je me promène، je me promène، je me promène. je me réveille، je me réveille. به یک قسم. درست شد دوستای گرامی؟ پس این یک لیست افعال انعکاسی بوده. میتونین که باز هم امی کدام هایش که براتون مشکل است در درسای گذشته به شما چی کرده بودیم؟ کانجوگیشن درس داده بودیم. میتونین که امی فعل ها را در سرچ از واپرتین پورا مکمل همه چیز به شما کانجوگیشنش میکشه. در کنکلوژن و یا در آخر درس به شما ای است در نتیجه گیری که همیشه درس شما در پی دی اف میتونین که به دست بیارین و کدام سایت ها را که شما میبینین شما میتونین که از این سایت ها استفاده کنین. به طور مثال سایت اولی رو من کلیک میکنم بالاش، ببینین به اینجا میرویم. ببینین در اینجا گفته شده که qu'est-ce que c'est un verbe pronominal، افعال انعکاسی. کدام فعل ها را افعال انعکاسی میگوید؟ او فعل های را میگوید که چی داشته باشه؟ ما داشته باشه، یعنی ببینین ت داشته باشه، س داشته باشه، ببینین من سلکت میکنم، و داشته باشه، ببخشید نو داشته باشه و و داشته باشه. قسم که در سلاید دوم به شما گفتیم، درست است؟ از او به بعد اگر به پایین بیاین کدام فعل ها که مربوط افعال انعکاسی می شود چی است؟ به طور مثال سلوه، بلند شدن، سانسکریر. به طور مثال شما یک جای نام نویسی خود را میکنید، به یک مکتب یا مثال به یک پانتون، درست است؟ سکوفر، شما خودتان مویای خود میسازید، درست است؟ و یا ای که سپاقلی همراه خود گپ میزنین. تلفنی همراه با کسی تلفن میکنین خودتان. سقیکن با کسی خود را معرفی میکنین. سبخونان خود اعلان میکنین. سبخی بقیه مثلا خود با یک چیز آماده میسازین. با این طور شما میتونین که پیش بروین و پورا معلومات را اینجا به دست بیارین، درست است؟ باز هم لبخونو غفلیشی یا چی؟ فایل های انعکاسی. ببینین اینجا پرونان رو به شما درس داده بودیم که ژ به کی استفاده میشه، تو به کی استفاده میشه، ال، ایل، نو، وو، الز و ویلز. این پرونان غفلشی کدام است که مثلا به ژ چی میایه؟ ما میایه. به تو چی میایه؟ تا میایه که شما در سلاید دوم خواندین.
به ال چی میایه؟ س میایه. به نو چی میایه؟ نو میایه. به وو میایه. او به الز و ایلز س میایه. اینجا معلومات بیشترش باز هم شما میتونین که ببینین که با شخص اول، شخص دوم، شخص سوم چه قسم استفاده میکنین. دوستای گرامی، اگر درباره شخص اول، دوم، سوم نمیفهمین، مهربانی کنین یک بار دیگر به درسای گذشته بروین. به شما درباره شخص اول، دوم، سوم در کانال یوتیوب ما موجود است. پورا قدم به قدم و نقطه به نقطه به شما تشریح داده شده که شخص اول کی را میگوید، دوم کی را میگوید و سوم کی را میگوید. درست است؟ به قسم این یک سایت بود. سایت دومی دوستای گرامی، این قسم بالا ازی کلیک کنین. ببینین اینجا شما رو میارد به این صفحه. گفته شده که most common French reflexive verb، کدام افعال که بسیار معمول است و انعکاسی است اینجاست. درست است. شما میتونید که هر کدام از اینها را یا دیکشنری کنین و یا به طور مثال استفاده کنین و یا یاد بگیرین. کوشش کنین که کم از کم یک 10 تا از یا 15 دانه را یاد بگیرین، به خاطر که روزمره شما با بعضی اینها ضرورت دارین. به طور مثال سسواق، نشستن، ساغت. درست است. به طور مثال سکوفر، سکوشه، مثلا سکوپه، مثلا بریدن. درست است. صدی پیشه، شما عجله دارین. درست است. صدی زبیه، شما مثلا لباستان میکشین. درست است. صدوشه، مثلا شما شاور میگیرین. صندوق میغ، مثلا شما به خواب میروین. این بعضی چیزاست که بسیار مهم است و روزمره شما به این ضرورت دارین که شما استفاده کنین به جملات. مثلا سنفاغمه، سنسکریغ، مثلا شما یک جای نام نویسی میکنین. درست است. سنتقسه، سنتقسه. درست است. مثلا شما به یک چیز دلچسب هستین، شما میتونین که این استفاده کنین. شما نمیتونین که ژنتقس، ژمنتقس، ژمنتقس. مثلا ما دلچسپی دارم به یک چیز. شما قسم اگه ما کتش استفاده نکنین جمله تان اشتباه میایه. درستش. مثلا اگه شما خانم هستین، ژمکیه، ژمکیه. مثلا ما خود آرایش میکنم، پس شما خود نمیکنه. مثلا شما چی میکنین؟ آرزو میکنین. ژماریه، ژماریه، ژماریه. تو مثلا ال سا ماریه، تو تا ماریه، تو تا ماریه. به این قسم. درست است. تو خود را عروسی میکنید و یا تو خودت عروسی کرده ای. به این قسم. دوستای گرامی، پورا لستش است. بروین تا آخره و یاد بگیرین. انشالله که فکر میکنم که همه معلوماتی که براتون میتونم اگر کار کنین، من مطمئن هستم که شما بسیار چیزا رو به دست میارین و بسیار چیزا رو یاد میگیرین. دیگه دوستای گرامی، به طور معمول درس ما اینجا به پایان میرسه. باز هم از دوستای ما میخواهیم کسایی که به چینل نو هستند لطفا سابسکرایب کنین تا که از درسای بعدی نمانین. و دوستای سابقه از شما تقاضا داریم که درس‌ها را همراه هموطنان ما شریک بسازین تا که همه هموطنان ما مستفید شود. شما را تا درس بعدی را به خدای یکتا میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان.